مهمترین واکسیناسیون برای تربیت فرزندانمون به لحاظ روانی، واکسیناسیون روانی، اینی که ما بتونیم با فرزندان خودمون رابطه خوبی برقرار کنیم. درود برش. که به زندگیت نگاه کردی بعد از 50 سال 60 سال کیف کنی، خدا رو شکر کنی که من در مسیری پیش رفتم که همونی بود که من میخواستم. و آقای کرمی عزیز، کسانی که این چنین زندگی میکنن، یعنی اشتیاق درونی خودشون رو میفهمن و تمام زندگیشون در اون مسیر جهت میدن، اینها در مطالعاتی که انجام شده اینها معمولا اضطراب مرگ بسیار کمی هم دارن. چرا؟ چون میگه من همون جوری زندگی کردم که باید زندگی میکردم. ولی کسی که این هدفمندی رو و این دنبال کردن عشق و اشتیاق درونیش رو نداشته و خودش رو خوب نشناخته، دائما از